در حالی که تعادلات قدرت جهانی به تدریج رو به دگرگونی است. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، با انتشار متن در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی‌هایی را درباره یک معامله بالقوه بین ایالات متحده و روسیه مطرح کرده است که می‌تواند منطقه افغانستان را تحت تأثیر قرار دهد. حکمتیار یادآور شد که گفتگوها میان دو قطبی قدرت جهانی درباره سرنوشت افغانستان از سال 2022 به بعد متوقف شده بود، اما اکنون مسکو تمایل خود را برای از سرگیری آن اعلام کرده است. به گفته حکمتیار، این سناریو شامل آن است که آمریکا در بدلی واگذاری کنترل اوکراین به روسیه، خواستار دسترسی مجدد به پایگاه نظامی باگرام و تسلیحاتی جامانده در افغانستان شود. این ادعای وی بر اساس اظهارات اخیری مقام‌های روسی، از جمله ضمیر کابلوف، و همچنین تحلیلی از رفتار دونالد ترامپ در قبال اوکراین شکل گرفته است. همچنین حکمتیار اقدام طالبان برای پیوستن به دهلیزی هوایی چین را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد که این حرکت می‌تواند واکنش‌هایی از سوی آمریکا، هند و ایران را به دنبال داشته باشد.